خب آقا سلام خدمت ستونا برای بکس. امیدوارم که حالتون خوب باشه مثل همیشه. خوش اومدیم به ویدیو جدید. امروز اومدیم گلوب تور بزنیم. مود به قول معروف مرگ ناگهانی که مهلتش هم 4 روزه است و با 22-23 اینا میتونین رنگ بزنین. اینکه خب داستان الان اینجوریه و دک امروز ما حاجی اینه: لاوا بومبر، فایر اسنوبال و مینیون و بربر. من با گارد تستش کردم ولی واسه وینا اول خوب بود. خب ولی بالاتر که میری سخت میشه، دکای کوشر زیاده. بریم حاجی بریم. نحوه پلی دادنشو بهتون بگم. خب آقا اول یه بالون میری ببینیم حریف چی داره. فایر مایر دست. خب حاجی یکی میزنیم بره عقب. خب این تا بیاد بمبمونم بهش دمیج میزنه. تاور خارکوسا نگرفت اونو. سریع حاجی سریع لاوا رو پل، چون از پشتم پشتیبانیش کرده بودیم و اینکه اون چیزش هم زده. یه فایر اینجا میزنیم. خب حالا حاجی یه اسنوبال که سرعتشو کند کنه و یه چوسه بشه دمیج داد. خب اینجا مینیون رو میندازیم. دوباره سریع لاوا اینور نزدیک پل. گلم رو پل میندازه اسکیل، ما سریع دوباره از اونور حمله میکنیم. خب کسکش بیا اینور. اسنوبال رو میزنیم که بفرستیمش جلو. بعد تورنیدوش هم زده. یکی دیگه. خب کار جمع گود گیم. بربر رو واسه همین آوردم. الان اونور حتی اگه تاورش هم نمیتونستم بگیرم با بربر گلمش رو جمع میکردم. ولی اگه گارد باشه مثل خیار میزننش. خب بریم بازی بعدی. خب اینجا یه مینیون میندازیم سریع بالون جلوش. اسنوبال هم آجی اومد دستمون خوبه. خب یه فایر اون و اوه این بده. حاجی بالون یه دمیج زد بنازم. خب اینجا یه اسنوبال میزنیم سیکش کنه اون و جفتشونو. یه لاوا از این ور میریم از عقب. امیدوارم که ما رو نگاهه. کسکش دیگه فیلی زدنت این موقع چیه؟ خب ما این ور یه بالون میریم. همونجور که میبینید لاوای بعدی هم اومده دستم ولی خب نمیریم تو کارش. مینیون میندازیم با مگا مینیون واسه یه الکترو یه اسنوبال میزنیم اونور سریع گودگه. خب اینم وینه بعدی. خب این دوتا وین اول. بریم بازی بعدی. خب لاوا رو پلی میدیم ما. آقا نترسیم بربر اینا دستته. دوتا اسپل سگی داری. نگاه الان اسنوبال میزنی گوبلین رو پخش میشن کلا. خب ببینیم لاک بیت رو با چیزه تسلا خوبه. از اینفرنو بهتره چون زپ ندارم. خب حاجی سریع مینیون هم اینجا میندازیم. لاوا بعدی حاجی بریم تو دانس. خب اسنوبال رو فعلا نمیزنم، اکسیر هدر ندیم. خب یه اسنوبال اینجا، اونجا تاور رفت و گود گیم. ببین خوب پلی بدیم میشه بیای بالا.
ولی وینای بالا حاجی خیلی سخته. من با اون اکانت کوچیکم زدم تا 15 بیشتر نیومد. خب سریع بالون مینیون میریم چون اسنوبالم دستمونه. اوه خب حاجی جلاد زد و اسنوبال یکم این ورتر بود. حاجی یه دمیج داد بنازم. یه بومبر از این ور و بربر از اون ور. مگا رو میندازیم بالا واسه دادن بگا که حاجی کیر بره تو اون دکت. خارکوسه این چیه؟ همه چی میارن دیگه. مادر جنده. خارتو گاییدم. خب الان از دو طرف ما میتونیم یه حمله رو داشته باشیم. از این ورم یه اسنوبال میزنیم. اونور حاجی مشغوله. گود گیم با دو خونتون. آب چاقال کون تلق طلوع. چقدر فول زد بود حاجی. دیکو ناموسن داشته باش. فایر ارو جلاد ویچ و گوبلین گنگ. خب بریم وین بعدی. اودیسی. خب یه بربر میندازیم واسه داشت. اوه ویزارد خالتون. خب سری ما این ور واسه اینکه حواسش پرت کنیم یه مینیون بالون میریم. پشما نشد آجی. یه بار این آدم آجی کارت بیارن. از همون طرفی که ویزارد میزنه ما باید لاوا رو پله بدیم. خب لاوا رو میندازیم. حدس میزدم از اون ور بندازه واسه همین پیش بینی زدم. یه فایر سکسی رو میتونیم اینجا داشته باشیم. بله. اوه حاجی نگایی خارتو. ها برو حاجی برو ناموسن. برو ناموسش. وای بنازم. دست خوش یکی خارتو گاییدم. وای حاجی یه فایر اونجا کار جمعه. اسنوبال ما باید نگه داریم. وای حاجی برو بزن. پشمام. آی خواهی چسبوندم. خارتو گاییدم کسکش. یه بار دیگه حاجی صحنه رو ببینین ناموسن. مادرت حاجی ناموسن. داشته باشین فقط صحنه آخر رو. اینجا یه ویزارد زد مینیون. حاجی اون بندیتش حاجی کسکش دومت اومد جلوی و بعد نگاه شانس آوردم حاجی تاور رو نزد. اسکیل برو اسکیل واقعا. خارکسته کودتا کردیم. بریم وین بعدی. خب لاوا انداخت سری ما بالون مینیون میزنیم. اسنوبال دستمون کسکیش اینفرنو هم زد. یه اسنوبال اینجا بزن کار رو جمع کن. خب ما سر اینجا اینو میندازیم مگا رو. از اون ورم میریم واسه دادن بگا.
بومبر میزنیم که این کسکش بره بالا. نرفت. اوه بزن دیگه آب چاقال. تاور رو نزن حاجی. یه پیشبینی بزنیم اینجا. وای حاجی یه پله. او خوبه. پشما کیر بره تو دهنت. سریع مینیون بالون میندازیم. مادرتو گاییدم بابا کسکش این چیه؟ اه. برو برو حاجی جون ناموست. برو برو. وای تمومه حاجی تموم. گاد ناموسن. حاجی چه کون سفیدی دارم ناموسن. دست خوش علی فال کن. رو دستت نیست ناموسن. گنگ لاوا حاجی. ناموسن صحنه رو داشته باشین. نگاه حاجی never give up. هرگز تسلیم نشو. نگاه حاجی دمیج تاور رو نگاه 161 289. تازه اینفرنو رو پل یه تامبم اینور. یه مگا مینیون هم الان میندازه. حاجی اسنوبال خداست. نگاه اینجا دوباره اشعش میگیره ولی چون میره جلو نگاه قطع میشه سری. اوه گود گیم. علی فالکون برگشته رو تو کار تو دانس. اومده کار رو جمع کنه اینجا. کاسکشا. بریم وین بعدی مصطفی. مصطفی برو. مصطفی برو. ره رو حاجی نمیتونم بکشم. این بعده. خب گست و پلی داده و از اون ور جلاد. کسکش بی ناموس. ایرانی هم حاجی نیست. فوش بهش حلاله. کسکش بی ناموس. چی چینی مادر جنده. چی کسکش بزن. کودتا کن. بنازم بومبر بزن مادرشو. مادرتو من قورت دادم. کسکش کجای کاری تو؟ اوه این برای چی گرفت؟ نگاه رفتم حاجی اسنوبال بزنم. خودم رو چش کردم. گرفت اون چیز ریکورد. خاره تو کسکش. برو عقب مصطفی برو. مصطفی برو. یه حاجی یه بالون از این ور. سریع بریم اینجا باید کودتا کنیم. نگاه سریع بمبه رو زدم اونجا که اون الکتروش نگیره رو بالونم. جان علی اومده کودتا کنه. کون تلخ طلوق فکر کرد اینجا چی ما کسکش. اینجا اونجا نیه. گود گیم بود تو خونتون. قلبم آجی میده. ملکه الاوفیا. اوف اسم کلنو باش. وین هفتم بریم واسه وین بعدی. دکش آجی دک خوبیه. خب لاوا رو پلی میدیم اینور. دوتا آجی بازی ناموسی رو بردن. خب بذار بومبر بزنیم ببینیم اسپل چی داره بزنه. کسبر ما نکنیم. خب والکری داره. اوه خب سریع اسنوبال. برو مصطفی برو.
نگاه حاجی استانبول کودتا میکنه اصلا. خب این بر بمبرم بزنیم. او بنازم حاجی بالون رفت رو ناموسش پشما. گود گیم حاجی، ناموستو خوردم. یا جان علی فالکون اومده تو کار. جمع کنین بارو بندیل رو ببندیم داشت، ما اومدیم وین بعدی بریم واسه وین بعدی. نکتر دارک لایت. خب دست رو باید بچرخونم چون بالون خالی الان بری یکم خیته. بزنیم کارت مارتاشو ببینیم چی کسیر موسیر داره. او کسگش چیه تو چینی کونی. یه بربر رو جو وسط میریم. ای کون تلخ طلوق دلغک. نگاه مینیونا رو من واسه این آوردم. وقتش آجی لاوا رو پلی بدیم، بعد با اسنوبال و فایر اینا دانس کارش رو جمع کنیم، چون جمع نشه بعد بگا میریم. خب خوبه فعلا حمله نمیکنه، میخواد دفاع کنه چون میدونه که علی اومده که کودتا کنه. خب اون اینفرنوش هم از ته زد. ما یه بربرم از این ور میریم فقط اکسیرشو بگیریم. من میخوام فقط اکسیر بگیرم آجی، دستش نمونه زیاد ما رو بگا بده. یه فایر اونجا میزنیم روش. بسیش کجا میزنه تورنیدو رو. من جاش آجی فشار میخورم. بالون بعدی رو میریم واسه ایجاد رعب و وحشت. گود گیم. این هم آجی از لامبرلون دکی که تقریبا زیاده چون مود مرگ ناگهانیه. یه تاور میره دکی که سری کارت میریزی رو پلو، طرف پشماش میریزه. بریم واسه این وین دهم. گود لاک داده. اوکیه. این چی داره؟ خب ما لاوا رو از این هم میندازیم. این حاجی این دک لاوا آقا اینم بر پای سایکله. دست تو نچرخونی نمیتونی وین بگیری که. خب سری ما اینجا میریم کارو جمع کنیم. من نمیدونم هوایی چی داره. احتمالا فقط تسلا داشته باشه که میخواد سایکل کنه و ما اینجا اجازه نخواهیم داد دشمنان به هر سه ما نفوذ کنن. ارو نزنی، ارو نداشته باشه. او الکترو. خب خوبه ارو نداره، جای شکرش باقی. خب اونجا اکسیر زیادی خرج کرد واسه اون حمله ما، ولی ما اومدیم کودتا کنیم. خب الان مثلا کی حاجی؟ الان مثلا یه فایر زدی، نه میگا مینیون میمیره با اون فایر، نه گوی خوردی الان نسبت خودت فقط کیر کردی. خب اینجا یه استنبال میزنیم و گود گیم هم داده و شل کرد و بازی تمام. دانس کار جمع استتون. خب حاجی دکش اثل لامصب. اثل اون پسره بود حاجی میگفت اثله. دکش حاجی دکش بد سمیه. این چیه؟ از این کس چیه را. خب 10 وین. این پارت اول ویدیو بود، ویدیو گلوب تور. امیدوارم که هم لذت برده باشین هم یه چی یاد گرفته باشین. حاجی من جدا از دلغک بازی اون که کسیه را، من هدفم اینه که شما آقا یه چی یاد بگیرین. میبینیم مثلا بعضی وقتا خشک و خالی ویدیو داشت، من تمرکزم اینه که یه چی به قول معروف منتقل کنم به شما، نه اینکه بیام مثلا فقط دلغک بازی انجام بدم و اینجور چیزا که مثلا چی مثلا 4 تا ویو بگیرم به خاطر مثلا فلان حرفی که زدم. نه آقا اینجوری نیست که. ما آقا میام اینجا به قول معروف هرچی بلدیم هرچی بلد نیستیم با بقیه به اشتراک میذاریم. هر کی به قول معروف دوست داشت نگاه میکنه یاد میگیره، هر کی نداشت اونم
تو قلب ما داشت. چی بگیم؟ خب امیدوارم که یه چی یاد گرفته باشین، لذت هم برده باشین. تا ویدیو بعدی پارت دومش، فعلا خداحافظ، مراقب خودتون باشین و اینکه دم همتون گرم دیگه. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. عشق من.